چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو جدید دیگه از چنل. خب بچه ها امروز اومدیم بازی کردیم، بگفتیم چرا فیلم نگیریم برای بچه یوتیوب نذاریم. اومدیم فیلم بگیریم. اون دفعه کلی فیلم گرفته بودم، روی همدیگه انواع شده بودن و حافظه گوشی پر شده بود. به خاطر همین حافظه گوشی رو چی بگم کمش کردیم. چی بهش میگی شما، پاک کردیم. اون ویدیوهایی که گرفته بود 12 تا ویدیو 17 تا ویدیو بود که با هم دیگه انباشته شدن، زیاد شدن. گفتم آقا چه خبره، چرا من اینا باید چیز میز داشته باشم و اینا. گفتیم پاکش کردیم. گفتیم اینا دیگه خیلی رو مخه، پاک کردیم. تو چنل هم اگه میخواستم بذارم کلی حالا بلش کن، زیاد مهمم نیست. الان اومدیم بریم یه دونه آره خب الان اومدیم یه دونه بریم اینا بازی کنیم. چیش میبستی من اینا رو بگیرم. آها خب بریم لیتس گو. استارت هم میزنیم با این 117 متیکو بکنیم. بعد بچه اگه دوست دارین 117 متیکو تهیه کنیم باید الان رفتیم از باز تمام شد رفتم بیرون براتون توضیح میدم 117 رو که دیگه مشکل پیش نیاد. شما هم بتونید 117 رو بگیرید. اتفاقا سی پی هم میده. خود کالاف با این کار داره میکنه، این کارا با ما داره سی پی و گارمتیک و اسکرین داستان میده. البته گاناش تا یه زمانیه، سی پی ها شده که کلا بهتون میده. حالا 20 تا سی پی داد رفتم گردونه زدم، کارتی که نمیتونستم بکنم با 20 تا سی پی. یه 5 تاشو هدر دادم با هیچ استفاده خیلی علکی. درگاش هم که دیگه خودتون میدونید دیگه سی پی آره خودش که بعد یه سری کار دیگه هم اگر بکنم اونم یه 30 تا دیگه میده. یه سری کارا که نه یکم دیگه ادامه پیدا کنه یه زمانش مثلا چی بگن شما پیش چی میگی؟ آقا دقیقا بره بالا یا برفن ماشالله. من گیر کردم. خلاص شد. ماشالله این کسافتی از بالا میخواد بیاد. سریعده دارم لندتون میکنم. کوچولو شما عددی نیستین در برابر کوچولو. آره یه دقیقه بعد تک کنیم. یه دقیقه تک کرده بهش تک نمیکردم. من کپچر میکنم الان کپچر میکنم کپچر نکنیم. اومدم شونم داداش ببخشید ایممون گیر کرد. کپچر عوض میکنیم پس من اینا میزنیم براتون داداشم یامش کن یام یه ایم میکنیم یه رها باشه. بخود بگید چه کسافت کاری چه همچین داری میکنی دیگه. سال ببخشید ما درگیری داریم. یه بار من گفتم از این دستگاه استفاده نکنم نمیشه. ماشاءالله همه چیزن یارو داداش تکی راش نده ایزا تکی راش نده پارت میکنه. یا خیلی خوبه کپچر بدی تو این کلبه است داداشم تکی راش نده تکی راش نده بابا تکی راش نده ایزا تکی راش نده بوده باید تکی که راش نمیدین که ویسا خطشو گرفتم خط بیا جون بیا
رنده شدی بریم برای پیدا کش رنده شدی 126 اشوانی چه برد زیبایی رفت داشته تو با 117 فرنده کرد. البته اینم دیگه آره دیگه میگم چرا نمیان. یکیشون به زور از دست اون هلیکوپتر در میرفت میمد سراغ ما. خیلی عجیب بود. آره دیگه خلاصه که از این کارو نکنیم. منم دیگه از این کارا نمیکنم. خودمون بزنیم بهتره تا اینی که دستگاه بذاریم. و خب بعضی بازیایی که داشتم میکردم، بعضی اسکوادایی که داشتم بازی میکردم عقده‌ای بودن. دستگاه فعال کردن، هلی فعال کردن، نمیدونم چاپر فعال، همه کار کردن، همه کار از دم. این خیلی رفت رو مخم. ما هم خواستیم یه بار انجام بدیم به اینجا حال بده. دیدیم خیلی حال میده. شدت نیمه بسیار بسیار کم شد. آره دیگه ببینیم زمان ویدیو چقدر شده. زمان ویدیو 6 دقیقه شده. ما بریم اون حرکات رو بهتون یاد بدیم و بعد بریم. این دوستان اینجا شما میای اینجا بسیم بذار اینجا این 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 آها این دوستان ای بابا چه اینجور شده داشت این اوکی این قسمت اینجا میاین اوکی اینجا که اومدین بعد واردش میشین این خط میزنین اینجا به ما ببین وال میده بس دستایی به سی پی هم من گرفتم چیزه سی پی گرفتیم اینجا نه اینجا هم نه کجا بود اینجا هم که نیست سیرم کجا رو سیستماتیک اینا رو میزنیم یه دقیقه ما این چیزش خب حالا درست شد دوستان. ما این منظوره اون اشتباهی رو اینو ببین دوستان اینو باید دوش بزن. خب واردش که شدی اینا و ما اینجا باید اینو بزنیم. بله اینو باید بزنیم. واردش میشه. ببینید دقت کنید من اینا رو گرفتم این ستا رو گرفتم 117 اینا که بازش کردم بعدم بهم اینو میده بعد سی تا سی میده دوباره جعبه میده دوباره از اینا میده بعد اینا دیگه همشون از دم دقت کنین زمانیه. مثلا یک روزه همشون یک روزه یه روز دو روزه دیدین اینجوریه. و آره دیگه اینجوری میارین توی این بیارین اینجا بهتون اینا رو میده سی پی هم میده. خوبیش اینه که من کلا 50 تا بیشتر سی پی. آره و بله دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال کردن ویدیو فراموش نشید دوستان. با سابسکرایب از شما ولی لایک از شما چیز ازتون کم نمیشه. یه کامنت انرژی برای من بذارید. خدا حافظ.